فصل چهارم، تلقین به خود، راه نفوذ بر ذهن نیمه هوشیار. گام سیوم به سوی ثروت. خود تلقین کنی مفهوم است که علاقمندی میان ذهن هوشیار و نیمه هوشیار برقرار می سازد. در واقع علاقمندی میان ذهن هوشیار و نیمه هوشیار است. خود تلقین کنی خود به خود به ذهن نیمه هوشیار می رسد و آن را تحت تأثیر فکرها قرار می دهد. انسان طور ساخته شده که می تواند با کمک قوه های احساسی پنجگانه خود دریافت ذهن نیمه هوشیار را اداره کند. البته این هرگز به این معنا نیست که همیشه این کار را می کند. در واقع بسیاری ها آن را به کار نمی برند. به همین دلیل است که می بینیم جمعی بسیاری از مردم در فقر و فلاکت زندگی می کنند. حتما به خاطر گیرید که ذهن نیمه هوشیار را به زمینی حاصلخیز تشبیه کردیم که اگر در آن تخم‌های نامطلوب بکاریم و از آن نگهبانی نکنیم، علف‌های بیهوده در آن به فراوانی رشد می کنند. خود تلقین کنی عاملی اداره کننده است که انسان به کمک آن می تواند داوطلبانه ذهن خود را با فکرهای آفرینده غذا دهد، همان طوری که می تواند فکرهای دارای طبیعتی خراب کننده را در زمین حاصلخیز خود کشت نماید. پول را در دستهای خود ببینید و آن را احساس کنید. در آخرین مرحله از اقدام‌های ششگانه‌ای که در فصل عائد به اشتیاق شرح دادیم گفتیم که همه روز نیتی دو بار به صدای بلند قصد خود را برای به دست آوردن پول بخوانید و خود را ببینید که به این پول رسیده اید. با پیروی از این دستور عمل شما میل خود را مستقیما به ذهن ناهوشیارتان با ایمانی استوار می رسانید. این گونه در خود عادتهای فکری ایجاد می کنید که می تواند میل و اشتیاق را با هموزن پولی آن تبدیل کند. 6 مرحله‌ای که در فصل 2 توضیح دادم بخوانید. آن را دوباره و چند باره مطالعه کنید. دقت دهید و قبل از آن که به ادامه مطلب ها بپردازید به آن آگاهی کافی پیدا کنید. آنگاه به دقت تمام 4 دستور عملی سازمان دادن به نیروی همکاران خود را بخوانید. در این زمینه در فصلی که عائد به برنامه ریزی سازمان یافته است به تفصیل بحث کرده ایم. در مقایسه این دو دستور عمل در میابید که این هر دو کاربرد اصلی خود تلقین کنی را در بر میگیرند. بنابراین در خاطر داشته باشید وقتی میل خود را از روی نوشته به صدای بلند میخوانید و بر آنید که ذهنیت در مورد پول در خود ایجاد کنید، به خاطر داشته باشید که خواندن تنها کلمه ها بیفایده است. اگر شما احساس یا هیجان خود را با کلمه هایتان در هم نآمیزید، ذهن نیمه هوشیار شما تنها نسبت به فکرهای واکنش نشان می‌دهد که با احساس و هیجان در هم آمیخته باشد. این حقیقتی مهم را در همین فصل تکرار کرده ایم. درک کردن آن یگانه دلیل است که توضیح می‌دهد چرا بسیاری ها از روش خود تلقین کنی استفاده می کنند به هدفهای خود نمی رسند. بدانید که کلمه های عاری از احساس بر ذهن نیمه هوشیار تأثیر نمی گذارند. اگر به ذهن نیمه هوشیار خود تأثیر نرسانید، اگر نتوانید فکرها و احساسات مورد باور خود را به ذهن نیمه هوشیارتان برسانید، نتیجه مطلوب نمی گیرید. اگر در آغاز کار نتوانید احساسات خود را اداره کنید، ناامید نشوید. به خاطر داشته باشید که در جانب هیچ نصیب شما همان هیچ است. امکان تقلب در کار نیست. حتی اگر بخواهید هم به آن نمی رسید. برای آن که بر ذهن نیمه هوشیار خود تأثیر بگذارید، باید اصولی در کتاب پیشنهاد شده را با جدیت پیگیری کنید. نمی توانید توانایی مطلوب را به بهای ناچیز به دست آورید. شما و تنها شما باید تصمیم بگیرید که آیا پاداش آنچه که
برایش تلاش میکند، ذهنیت کسب پول به زحمتش میارزد یا نه؟ توانایی استفاده از اصل خود تلقین کنی تا حدودی زیاد وابستگی به توانایی جمع کردن روی یک میل شخصی دارد، آنگونه که این میل و اشتیاق به وسواسی سوزان در شما تبدیل گردد. تقویت مرکزانیدن. هنگام ریایی 6 مرحله درج شده در فصل 2 لازم است که از اصل مرکزانیدن استفاده کنید. اجازه بدهید که در زمینه مرکزانیدن پیشنهادها ارائه کنم. وقتی نخستین گام را برمی‌دارید و بران می‌شوید که رقم پولی مورد نظرتان را مشخص سازید، لحظه های با این رقم بیاندیشید. چشمایتان را ببندید و بگشایید که ظاهر ذهنیت پولی مورد نظر را در ذهن خود ببینید. دست کم روز 1 بار این عمل را تکرار کنید. وقتی این تمرین ها را انجام می دهید، دستور عمل های ارائه شده در فصل مربوط به ایمان و باور را به کار برید. خود را ببینید که پولی مورد نظر را به دست آورده اید. در اینجا با حقیقت روبرو می شویم. ذهن نیمه هوشیار هر دستوری را که همراه با ایمان و باور و عمل به او داده می شود می پذیرد. اما لازم است که این نشاندادها بارها و بارها به شکل تکرار ارائه شوند تا در ذهن نیمه هوشیار جای بگیرند. اکنون زمانی آن رسید که به طور قانونی ذهن نیمه هوشیاری خود را فریب دهید، کار کنید و ذهنتان باور کند که می تواند پولی مورد نظری شما را به دست آورد. کاری کنید که گمان کنید که این پول پیش انتظاری شما را می کشد و این که ذهنی نیمه هوشیاری شما باید با برنامه‌های عملی برای تحصیل پولی که از آن شماست اقدام کند. اکنون اندیشه را که در قسمت گذشته خواندید به تصور خود انتقال دهید و ببینید که چگونه به کمک این تصور می توانید برنامه‌های عملی برای فراهم آوردن پول از طریق تبدیل میل خود به آن ایجاد کنید. منتظر یک برنامه قطعی و 100% مشخص نباشید. منتظر آن نباشید که زود به برنامه مشخص برای تبدیل میل خود به پول برسید. بجای آن خود را صاحب آن پول ببینید و باور داشته باشید که ذهن نیمه هوشیار شما برنامه‌های مورد نیاز شما را طراحی خواهد کرد. منتظر این برنامه‌ها باشید و چون آنها را یافتید زود آنها را به مرحله اجرا بگذارید. احتمالاً برنامه‌ها به کمک حس ششم به ذهن شما وارد می‌شوند. حالت الهام بخش دارند. با این الهام مناسبت احترام‌آمیز داشته باشید و فقط برابر دریافتن آن زود عمل کنید. در 4مین بخش از اقدام‌های 6گانه از شما خواستیم برنامه قطعی برای به اجرا گذاشتن میل خود ترتیب دهید و بی تأخیر آن را به مرحله اجرا بگذارید. باید به همان روش که در قسمت قبل شرح دادیم عمل کنید. زمان تهیه برنامه جمع پول به دلیل‌ها تکیه نکنید. ممکن است ذهن دلیل آوری شما تنبل باشد و اگر قرار باشد که تنها به این تکیه کنید ممکن است شما را ناامید کند. وقتی پول مورد نظر را در ذهن تصویر میکنید و آن را با چشمانی بسته در ذهن خود میبینید، به این نکته توجه کنید که میخواهید به عوض حاصل کردن این پول چی بهایی بپردازید و این نکته بسیار مهم است. 6 اقدام برای تحریک ذهن نیم هوشیار. راهنمایی های مربوط به 6 اقدام در فصل 2 پیشنهاد شده را اکنون خلاصه می کنیم. اول، به مکان آرام بروید. جای مناسبی برای این مهم می تواند رخت خواب به هنگام شب باشد. باید در شرایط قرار گیرید که کسی شما را تشویش ندهد. چشمان خود را ببندید و به صدای بلند مبلغی درخواستی را به زبان آورید و حدود زمانی برای به دست آوردن این پول را مشخص سازید.
ببینید که برای کسب این دارایی از چی می‌خواهید مایه بگیرید. وقتی این دستور عمل را به کار می‌برید، تصور کنید که این پول را به دست آورده اید. مثلا فرض کنید که می‌خواهید تا روز 1 ژانویه 5 سال دیگر صاحب $50,000 می‌شوید و قصد دارید این مبلغ را با خدمت‌های شخصی و با کاری فروشندگی به دست آورید. نوشته شما برای رسیدن به این مقصد باید مثلا این گونه باشد: تا 1 ژانویه سال 1990 من $50,000 در اختیار خواهم داشت. این پول در زمانهای مختلف و آهسته آهسته به دست من خواهد رسید. برای دستیابی به این پول هرچی بتوانم از خود مایه میگذارم. سعی میکنم بهترین خدمت‌های ممکن را در کار فروش، مثلا فروش ورقه های بیمه و یا چیز دیگر، به جا آورم. من ایمانی کامل دارم که این مبلغ پول را به دست می آورم. ایمان من به اندازه قوی است که حالا این پول را در برابر چشمانم می بینم. می توانم آن را با دستهایم لمس کنم. این پول برای انتقال به من مهیاست. برای به دست آوردن این پول خدمت‌های لازمه را به جا می آورم. من منتظر برنامه هستم که راه جمع این پول را به من نشان می دهد. وقتی این برنامه را به دست آوردم، بر اساس آن رفتار می کنم. دوم، این برنامه را آنقدر در ذهن خود مجسم کنید تا بتوانید در ذهن پولی را که قصد جمع آن را دارید ببینید. سوم، هدف نوشته شده خود را جایی بگذارید که بتوانید آن را شب و سحر ببینید. آن را قبل از خواب و بعد از بیدار شدن از خواب ببینید، آنگونه که در خاطره شما سپرده شود. هنگام اجرا این دستورالعمل به خاطر داشته باشید که از اصل خود تلقین کنی استفاده می کنید و به ذهن نیمه هوشیار خود دستور می دهید. به خاطر داشته باشید که ذهن نیمه هوشیار تنها نسبت به دستورالعمل‌هایی که با احساس همراه هستند واکنش مثبت نشان می دهند. دقت کنید که سپارش به ذهن نیمه هوشیار با احساس همراه باشد. بدانید که ایمان و باور تاثیرناکترین و قویترین احساس‌ها هستند. از دستورالعمل‌های پیشنهاد شده در فصل ایمان و باور استفاده کنید. ممکن است در نگاه نخست این دستورالعمل‌ها به نظر خیالگونه و غیر واقعی برسند. نگران آن نشوید. از راهنمای استفاده کنید. مهم نیست که در این مرحله تا چه اندازه غیر عملی به نظر می رسند. مهم این است که اگر این توصیه‌ها را رعایت کنید، دنیای ثروت و توانگری بروی شما لبخند می‌زند. سر قدرت ذهنی. شخصان از روی عادت به نظریه‌های نو شبهه می‌کنند، اما با رعایت دستورالعمل‌های پیشنهاد شده شک و شبهه شما به باور تبدیل می‌شود که به شکل ایمانی متعلق آشکار می‌گردد. به اعتقاد بسیاری از فیلسوفان انسان سرنوشت دنیوی خود را خودش می‌سازد، اما این فیلسوفان خیلی کم توضیح دادند که چرا انسان از این توانمندی برخوردار است. دلیل این که انسان می‌تواند به این مهم دست یابد و به ویژه می‌تواند موقعیت مالی خود را مشخص سازد، در این فصل به طور کامل توضیح داده شده است. انسان می‌تواند خوجین خویشتن و پیروز بر محیط خود گردد، زیرا می‌تواند بر ذهن نیمه هوشیار خود تأثیر بگذارد. تبدیل اشتیاق به پول لازمه استفاده از خود تلقین کنی و تحت تأثیر قرار دادن ذهن نیمه هوشیار است. دیگر اصولها در نهایت ابزارهایی هستند که میتوان به کمک آن خود تلقین کنی را به کار برد. این نکته را به ذهن خود بسپارید. این گونه از نقش مهم اصلی خود تلقین کنی برای رسیدن به هدف خود با خبر می شود. پس از خواندن کتاب از سری نو به این فصل برگردید و در ذهن و در عمل این دستور عمل را رعایت کنید. این فصل را همه شب به صدای بلند بخوانید. باور کنید که خود تلقین کنی اصلی سالم است و می تواند انتظارتان را برآورده سازد. هنگام خواندن این فصل کتاب زیر کلمه ها و جمله های مهم خط بکشید.
این اقدام به درک بهتری مطلب‌های کتاب کمک می‌کند و شما در شرایط قرار می‌گیرید که از اصولی وابسته به موفقیت به کارآمدترین شکل استفاده کنید.